امروز میخوام 5 تا دستگاه فلزیاب اقتصادی رو بهتون معرفی کنم و یکی از پرتکرارترین سوالات شما رو جواب بدم، اینکه دستگاه چی بخریم و از کجا بخریم. پس بیا که یک فروشگاه معتبر رو بهتون معرفی کنم. تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. سلام دوستان عزیز، روزتون بخیر باشه. یکی از دغدغه‌های کسایی که میخوان دستگاه فلزیاب بخرن اینه که دستگاه رو از کجا تهیه کنن که دستگاه اورجینال باشه و فیک نباشه، چون همونطور که میدونید دستگاه‌های مایندلب یا XP دقیقا مشابهش رو تو ایران دارن درست میکنن و به اسم اورجینال میفروشن. حالا اینکه شما چطوری میتونید دستگاه اورجینال از داخل ایران بخرید، چون داخل ایران خرید و فروش این دستگاه ها غیر مجاز و غیر قانونیه، پس به خاطر همین هیچ نمایندگی رسمی فروشی داخل ایران نیست. خب من میخوام یه راهی رو به شما معرفی کنم که بتونید از داخل ایران دستگاه اورجینال بخرید. تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما. خب ما اول وارد صفحه گوگل میشیم، بعد از تو قسمت سرچ اول میایم ماین لب رو مینویسیم. اینجا من قبلا چون سرچ کردم برام سری بالا اومد. ماین لب رو مینویسید و سرچ میکنید. خب اینجا الان میبینید که سایت کمپانی ماین لب استرالیا رو برای ما آورد. روش کلیک میکنیم. خب الان اینم سایت خود کمپانی. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ برای کسایی که زبانشون خوبه مشکلی نداره، میتونن انجام بدن، ولی اونایی که زبان انگلیسیشون خوب نیست از این 3 نقطه بالا میتونن برن و زبانش رو تغییر بدن. خب همونطور که میبینید زبان سایت فارسی شد. از قسمت منو سمت چپ شما وارد منو میشید و گزینه از کجا بخریم رو انتخاب میکنید. خب الان اینجا برای شما لیست نمایندگی های فروش تو تمام دنیا رو میاره، یعنی اینکه تو هر کشور اگر نمایندگی هست برای شما بیاره. خب ما دوباره زبان رو تغییر به فارسی میدیم. خب اینجا نوشته نزدیکترین فروشنده را پیدا کنید، فروشگاهی در نزدیکی خودتان، مشاهده روی نقشه، یا اینجا میتونید اسم کشور رو سرچ کنید. حالا کشوری که اطراف ما هستن ترکیه است، امارات، عراق هستش، اینا نمایندگی فروش دارن. حالا ما میریم نزدیکترینشون رو انتخاب میکنیم که کشور عراق رو انتخاب میکنیم. البته من چون قبلا این راه رو رفتم دیگه حالا سرچی نمی کنم زیاد که تایم ویدیو زیاد بشه. خب اینجا داخل عراق اولین نمایندگیش که نوشته موجود نیست، تو خود بغداد هست ولی نوشته موجود نیست و این نمایندگی فعلا فعال نیست. مورد بعدی فلزیاب دشتی. خب فلزیاب دشتی همونطور که میبینید داخل اربیل عراق، همون کردستان خودمون میشه، داخل اربیل نمایندگی فروش دارن، نمایندگی رسمی شرکت ماینلب هستن. شماره شون هم که میبینید 0912 هستش و این هم سایت فروشگاهشونه. خب من روی سایت میزنم، بریم سایتشون رو با هم چک کنیم. خب همونطور که میبینید فلزیاب دشتی، زبان سایت هم به فارسی هست. این خود آقای دشتی داخل ایران دارن فعالیت میکنن و فروش دستگاه دارن. خب بریم یه سر به لیست دستگاهاش بزنیم. خب فلزیاب جی پی ایکس 4500 410 میلیون، جی پی ایکس 5000 702 میلیون، جی پی ایکس 7000 مثلا یه مدل دیگه جی پی ایکس 7000 1 میلیارد و 112. این هم مثلا پین پوینترشه گذاشته 16 میلیون. مثلا این هم دستگاه های اقتصادیشونه، گوفایند 66 ماینلب 44 میلیون، یا دستگاه بعدی اکسترا پرو. این اکسترا پرو رو خیلی از من پرسیدید که چطور دستگاهیه، 48 میلیون قیمتش داخل این سایت. این دستگاه به درد کسایی میخوره که سطحی کار میکنن، عمق نمیزنه، نهایتا تا 1 متر برای فلز بزرگ.
وگرنه عمق کاوش این دستگاه نهایتا تا 80 سانته، ولی بسیار حساسه، حتی رو فلزات خیلی کوچیک. تفکیک طلا از غیر فلزات دیگر هم داره. دستگاه خوبیه، نسبت به قیمتش خیلی دستگاه خوبیه برای کسایی که سطحی کار میکنن. عالیه این دستگاه. خب دستگاه بعدی ونگویش، اینم از من خیلی پرسیدید که چطور دستگاهیه. اینم دستگاه عالیه، همونطور که قیمتش هم میبینید 70 میلیونه. دستگاه خیلی خوبیه، اینم برای کسایی که سطحی کار میکنن. نهایت کاوش این دستگاه هم همون 1 متر هستش. خب مثلا دستگاه بعدی مانتیکور بسیار عالیه، تا 1.5 متر هم برای شما رو کاوش میکنه، تفکیک فلزات داره. ولی تمام این دستگاه ها VLF هستن و برای زمین معدنی به درد نمیخورن. برای زمینه معدنی یعنی برای همه زمین ها، چون مثلا دستگاه های GPX کلن هم کویل های مونو دارن، هم دبل دی، یعنی هم تفکیک دارن هم غیر تفکیک، یعنی 2 کاربر است دستگاه هاشون. برای تمامی زمین ها مناسبه. شما قبل از اینکه بخواید دستگاهتون رو بخرید، اول باید مشورت کنید با فروشنده که ببینید زمینی که دارید آیا این دستگاهی که میخواید بخرید مناسب اون زمین هست یا نه، بعد دستگاهتون رو تهیه کنید. خب الان دیدید که از داخل ایران هم میشه فروشگاهی رو پیدا کرد که معتبر باشه، چون من واقعا دلم میسوزه. اصلا هیچ تبلیغی هم نیستین، اصلا منو نمیشناسن این آقا، هیچ تبلیغی نیست، برای من هیچ سودی نداره، فقط واقعا دلم میسوزه. یه سریا دارن دستگاه های فیک رو میفروشن به مردم. خب من میدونم کسی که دنبال زیرخاکی، دنبال گنج، از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیست که دنبال این کار رفته. پس اینو گذاشتم که اگر قراره بخرید از جای معتبر خرید کنید، سرتون کلاه نره. حالا ما اینجا داریم میبینیم 3 تا کمپانی رو داخل پیجشون گذاشتن، داخل سایتشون، و ادعا کردن که نمایندگی این 3 تا سایت رو دارن: XP فرانسه، ماینلب استرالیا و کوست آمریکا. حالا ما بریم XP فرانسه، بریم اینو سرچ کنیم ببینیم آیا گفتشون حقیقت داره، یعنی واقعا چطور بگم، نمایندگی رسمی XP هم دارن. ما اینجا XP رو سرچ کنیم. من قبلا سرچ کردم ببینم میاره XP. خب اینا XP متال دتکتورز. خب آورد، اینم سایت کمپانی XP. شما باید اول اینکه مطمئن بشید این سایت خود کمپانی هستن. حالا من قبلا سرچ کردم دیگه، همون اول آورد، اینا سایت خود کمپانی هست. دوباره ما زبانش رو به فارسی تغییر میدیم. خب الان زبانش شد فارسی. این بالا اگه دقت کنید نوشته از کجا بخریم، سمت چپ بالا نوشته از کجا بخریم فارسی. اینو دوباره میزنید. خب حالا اینجا باز اومده نمایندگی های تحت پوشش خودش زیر نظر خود کمپانی رو معرفی کرده. ما دوباره زبان رو فارسی کردیم. این قسمت سمت چپ نوشته نمایندگی فروشتی که اینو فعال میکنید، تایید رو میزنید. خب الان لیست نماینده ها رو برای ما آورد. ما مجدد وارد نمایندگی عراق میشیم. خب ایران، عراق. خب این نمایندگی عراق، اینم لوکیشن فروشگاهشونه داخل اربیل عراق، همون کردستان خودمون میشه. خب اینجا میبینید آره باز دوباره دشتی فلزیاب.com 2 تا نمایندگی معرفی کرد که برای همین آقای دشتی هست و روش وقتی ضربه میزنیم دوباره مستقیم وارد این سایت میشه. پس شما میتونید از این سایت با خیال راحت خرید کنید بدون اینکه کوچکترین دغدغه‌ای داشته باشید. و مهمتر از هر چیزی گارانتیه. شما وقتی دارید از یک نمایندگی رسمی خرید میکنید، پس گارانتی شامل اون وسیله‌ای که تهیه کردید میشه. خب این خیلی برای ما مهمه، چون ما این دستگاه ها رو معمولا تو بیابون و
کوه استفاده میکنیم امکان شکستن سوختن داره. پس اینکه گارانتی داره این دستگاه ها خیلی عالیه. امیدوارم که تونسته باشم کمکتون کنم. مثلا این دستگاهی که میبینید، این دستگاه هانتر واقعا دستگاه خفنیه، قیمتش 200 میلیون. بیشترین عمق رو تو دستگاه های تفکیکی میزنه این دستگاه. واقعا دستگاه عالیه. حالا دستگاه های اقتصادی هم داره با قیمت های اقتصادی، قیمتشون پایین تر باشه. حالا یه سریاشون زده تماس بگیرید، یه سریا رو گذاشته. حالا میتونید تماس بگیرید یا تو اینستاشون بهشون پیام بدید، قیمت ها رو بگیرید، برای خرید حضوری تشریف ببرید، دستگاه رو جلو خودتون تست کنن، یا همونجا میتونید استعلام بگیرید دستگاه رو از کمپانی، بعد پولش رو پرداخت کنید، هزینهش رو پرداخت کنید. خلاصه کاری بود که از دست من برمی اومد برای شما عزیزان انجام بدم. ممنون میشم اگر ما رو حمایت کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، پیج ما رو دنبال کنید، منم بتونم پرقدرت به این مسیر ادامه بدم و بتونم اطلاعات مفیدی در اختیار شما بذارم، چه در مورد دستگاه ها، چه در مورد شاخص های دفینه و آثار شناسی. ممنونم ازتون که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدارتون.